اولا سلام خدمت به همه شما میرسانم. هزار رحمت که امروز شبکه ما 50,000 ابوناچی شد. مینداری خدمت به 50,000 نفر میرسانم. 50,000 برادرایی که ما را دستگیری میکنین، نوارای ما را پهن میکنین و در پیشرفت کار و برای ما سبب میشوین. از همه شما خواهش میکنم همین نوار هم دستگیری کنین. همین دادرمان اسماعیلوف زینالدین، این اینجا ولی من راست میمونم 4 سال میشود که در قزاقستان به نام و نشان شده. قزاقستان اومده کار کنی. کرکانده همخه یک област قزاقستان کرکانده همونجا اومده و 4 سال میشوه بدرک همراه خانگیاشون گپ نمیزنه، تلفن یگام چی نمیکنه و یگام نفرم نمیدونه که این بچه‌ک در کجا قرار داره، زنده مرده، در زندانه یا در بیرونه، یگام کس نمیدونه. التماس بچه‌های کرکانده مردمی که در قزاقستان هستن همین صورت یک بار خوب نظر کنین. همین آدم یکی اگر دانین در کجا بودنشه در رقمای دمی جبدگی زنگ زنین این دودار شه. این بچه خودش از ناحیه ورزاب دهه زمرت همون طرف زمرت همون جبده. خب حالی ممکن بعضی ها تانگوین اسماعیل چوه کپشانکه کشیدگی من هیجامه کردگی این برادرای عزیز شمال نزنه گفته از سر همه هیجامه گرفتگیم شمال نزنه گفته برای وای خیلی کپشانکه پشاندگیم که شمال نزنه برای که اگر بعد هیجامه همیش شمال زنه یا ای که او زنه شد بعد میخوره با گزک میگیرده چند قبط همون جایی لزوه زدگی میخوره برای همه شمال نزنه گفته خیلی کپشانکه پشاندگیم برادرها. کدامتون که هیجامه گرفتنیم بیاین هیجامه اسماعیل تاجیک این رنگی من نه نگاه که رنگی من هیجامه گیریم باور کنه هیجامه گرفتم گنده بعد عصبام آرام شد خیلی بود همه عصبا کمتر مانده شدگی بود سر درد میکرد میگفتم هیجامه میگیرم هیچ وقت نمیشده با همه یه روز یک کمتر بکار شدم سراز موی سر ترا شدم و هیجامه گرفتم پگهش. خیلی التماس به طرف نباشین همین ویدیو را پهن کنین پدیلیت کنین و در یافتن همین دودار کمک رسانین. یک بار دیگه میگم نامش اسماعیلوف زینالدین در قزاقستان در گورод کرکانده област کرکانده همونجا در گم شدگی همونجا رفتگی تا است آخران بار در همونجا بودگی. بعد بچه‌هایی که در زندان‌های قزاقستان شما را هم خوشرو نگاه کنین همین رسمه ممکن همین دودار یگام زندانو دا باشه یا که هیچ کنه میدونه در کجا بودنشه گفته نمیشه دا یکی اگر دونین در کجا بودنشه زنگ زنین در دادرش خبر رسونین به حد تشویش دیگه.